آماده پامپ باشید. این جمله براتون آشنا نیستش؟ درسته. توی چنل های تلگرامی که تعدادشون کم هم نیستش این پیام رو دیدی. چنل هایی با وعده سود چند صد درصدی. اگر داری به شرکت توی این پامپ و دامپا فکر میکنی و یا حتی اگر هم فکر نمیکنی این ویدیو رو حتما تا آخر با دقت ببین. صدها چنل تلگرامی هستش که با هدف پامپ و دامپ توکن ها و به ویژه شت کوین ها اومدن روی کار. شیوه کارشون اینطوریه که سر یه ساعتی یه توکنی رو داخل یه صرافی خاص معرفی میکنن و میگن که برید و بخرید و بعد از 10-15 دقیقه بفروشید. اسکرین شات هایی رو میذارن که مثلا افراد ازشون بابت سود چند صد درصدی تشکر کردن، اما دروغ میگن. 10 تا 20 تا 30 تا و یا حتی بیشتر چنل های پامپ و دامپی با هم هماهنگ میشن و سر یه تایمی میرن و توکن مورد نظرشون رو از صرافی مورد نظر به تعداد خیلی بالایی میخرن و نگه میدارن. بعدش با هم هماهنگ میشن و داخل چنل هاشون اعلام میکنن که برید و از صرافی X و Y تتر بخرید و مثلا ساعت 21 آماده پامپ باشید. قبل از ادامه مطمئن شو که ویدیو رو لایک کردی و چنل رو ساب داری رو زنگوله فعاله. تمام افرادی که چنل دارن و با هم هماهنگ شدن ساعت 21 اون توکنی رو که خودشون خریدن رو اعلام میکنن تا بقیه افراد برن و اونو بخرن. توی یه لحظه کلی آدم از یه صرافی یه توکنی رو میخرن. چی میشه؟ طبیعتاً توکن رشد بالایی میکنه که بهش میگیم پامپ. صاحب چنل ها که افراد اصلی هم هستن توکن های خودشونو که تعداد خیلی زیادی هست میفروشن. قیمت افت یا همون دامپ میکنه و برمیگرده سر جای اولش. افراد اصلی سود میکنن و حداقل 80% از اون مشارکت کننده ها ضرر. اسم این روش از کلاهبرداری کثیف پامپ و دامپ هستش که خیلی هم فراگیر شده و متاسفانه افراد زیادی هم قربانی اون میشن. یادت باشه اگر دوست داری که پول زیادی به دست بیاری بدون که بدون زحمت نمیشه و باید تلاش کنی. مهمترین کاری هم که میتونی انجام بدی این هستش که علم و آگاهی خودتو ببری بالا.